بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. نجمع عوني الله تعالى ما درس خود را دوام میدهیم از شرح کتاب درس‌های زبان عربی برای کسانی که با عربی حرف نمیزنند از قسم یکم. خب درس امروزی ما الدرسان، یعنی دو درس یک جای میگیریم. الدرس التاسع عشر والعشرون، یعنی درس 19 و 20. نعم. موضوع درس العدد. العدد البته خوب میشد که العدد والمعدود. العدد والمعدود موضوع درس خوبتر میشد که مدامی که عدد رو ذکر کردیم خوب میشد که معدود رو نیز چیکار کنیم؟ ذکر کنیم، زیرا بعد عدد چی می آید؟ عادتا معدود می آید. العدد والمعدود. خب حال من یعنی که درس بخش مستقیم را نیز گرام میکنم. کسی که رد کرد به طریق رد کرد گوش کردن نتواند، میتواند که به طریق یعنی چه بخش مستقیم انشاءالله درس رو گوش کنند. العدد من 3 إلى 10 أو من 3 إلى 10 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. عدد از 3 تا 10 مخالف معدود می شود در مذکری و مؤنثی. أي يعني إذا كان المعدود مذكرا فإن العدد يكون مؤنثا. يعني اگر معدود مذکر باشد عدد چی می شود؟ مؤنث می شود. اینه میگون که مخالف. وإذا كان المعدود مؤنثا فإن العدد يكون مذكرا. و اگر معدود چی باشد؟ مؤنث باشد عدد چی می شود؟ مذکر می شود. فهمت؟ والمعدود يكون جمعا مجرورا بالمضاف. هنا خطأ ثم نصحح، لا بالإضافة، بالمضاف. ومعدود جمع می شود و به سبب مضاف چی می شود؟ جر می شود. اینجور توضیح کن ببین. أن يكون مضافا إليه، يعني معدود چی می شده است؟ مضاف إليه می شده است، مجرور بالمضاف. أمثلة للمعدود المذكر، مثال ها برای معدودی که معدود مذکر. 3 طلاب مضاف إليه. 4 رجال. 5 كتب، یعنی 4 3 دانشجو، 4 مرد، 5 کتاب. 6 أبواب، 6 در. عندي 7 أقلام، من چند قلم دارم؟ 7 قلم دارم. ثمن هذا الكتاب 8 ريالات، نرخ این کتاب چند؟ 8 ریال است. لی 9 أعمام، من 9 عمک دارم. في هذا الفصل 10 طلاب، در این صنف چه 10 تا دانشجو است. دیده در همین جا برای چه عددها مؤنث آمده استادیان از 3 تا 10؟ زیرا که معدود چه است؟ مذکر. صح؟ امثله للمعدود المؤنث، مثال ها برای معدودی که مؤنث می باشد. 3 طالبات، طالبات مضاف الیه مجرور بالمضاف. 4 نساء، 4 زن. 5 كلمات، 5 كلمة. 6 ساعات، 6 ساعات. عندي 7 دراجات، من 7 دوچرخه دارم. ثمن هذا الكتاب 8 روبيات، نرخ این کتاب چه؟ 8. الحمد لله. نرخ این کتاب 8 روپیه است،
لي 9 عمات من نهتعم مدرا في هذا الفصل 10 طالبات در إنسان چند 10 دانشجوی دختر است. فهمیده؟ در اینجا برای چی پرسن که عددها از 3 تا 10 مذکر آمده است؟ الجواب ماذا؟ لأن المعدود مؤنث. صح؟ خذ أحسن. الحكم في تذكير العدد وتأنيثه على المفرد في المعدود وليس على الجمع. نگاه کنید، این خیلی مهم است. حکم در مذکر بدون عدد و مؤنث بدون آن بر مفرد در معدود است. یعنی همون معدود مفردش نگاه کردن در کار است. فهمیدید؟ معدود چی؟ مفردش دیدن در کار است. فهمیدید؟ جمعش نگاه نمی‌کنید. فهمیدید؟ برای چی این گفته شدیم؟ مثلا برای خاطر آن گفته شده است که معدود مذکر باشد، عدد باید که مؤنث شود. نمی‌خواد؟ اگر پرسن که ریالات این مؤنث است کو؟ این مؤنث باشد، ریالات مؤنث باشد، بس برای چی ثمانیتون نیز مؤنث شده است؟ هكذا. فهمیدید؟ برای چی یعنی که عدد معدود هر دو مؤنث آمده است؟ ثمانیت و ریالات. بمجد كي الحكم في تذكير العدد وتأنيثه على المفرد في المعدود. ماذا؟ يعني در مو اعتبار مفردش بيكونم ريالات جمع شيء ريال، والريال مذكر ومؤنث مذكر لأن الحكم على المفرد، فهمت؟ وليس على الجمع. لا نعتبر هنا في تذكير أو في تأنيث الجمع. فهمتم؟ بارك الله فيكم. أمثلة 5 كتب. فهمت؟ لماذا 5 هنا العدد مؤنث؟ لأن المعدود مذكر مفرده، صح؟ أنث العدد 5. أنث العدد 5. لرجع يعني كي عدد 5 مؤنث كان شو؟ لماذا؟ لأن المفرد في المعدود مذكر كتاب. فهمت؟ هذا سؤال مهم والجواب مهم. لماذا أنث العدد في 5 كتب؟ ماذا تقول؟ لأن المفرد في المعدود ماذا؟ مذكر. وما مفرده؟ ما مفرد الكتب؟ كتاب. أنت معي؟ بارك الله فيك. 8 ريالات. أنث العدد 8. لماذا أنث؟ لأن المفرد في المعدود مذكر ريال وجمعه ماذا؟ ريالات. فهمت؟ إذا بارك الله فيكم. هم من قدر قفتاس نكتفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.